آیات شیطانی. www.wordpress.com 2. جبرئیل که به مدت 15 سال بزرگترین ستاره تاریخ سینمای هند بود، از قدیم تناسخ را موضوعی بس جذاب می‌یافت. علاقه و تمایل او به این بحث چنان ریشه دار بود که به دوره پیش از بیماری خطرناکی که وی را به بستر مرگ افکنده بود باز می‌گشت. اگرچه سرانجام به نحو معجزه‌آسایی نجات یافت، بیماریش چنان شدید و مرموز بود که می‌پنداشتند آخر آن میکروب شبحوار سبب مرگش خواهد شد و تمام قراردادهایش را خود به خود فسخ خواهند کرد. البته شاید همان افراد میبایست پیش بینی میکردند که وقتی رو به بهبود گذاشت به جای میکروب‌ها خودش پیروز خواهد شد و در حالی که تنها 1 هفته به تولد 40 سالگیش باقی مانده، با زندگی گذشته و عادات پیشین چنان وداع خواهد گفت که انگار همه چیز یکباره به طرز معجزه‌آسایی ناپدید شده است. اما موضوع این است که هیچ کس این را پیش بینی نکرده بود. اولین افرادی که به غیبتش پی بردند 4 تن اعضای تیم صندلی چرخدار استودیو فیلمبرداری بودند. مدتها پیش از بیماری خودش را عادت داده بود در استودیوی عظیم دبلیورما از یک صحنه به صحنه دیگر فیلمبرداری به وسیله 4 ورزشکار فرز و زبر و زرنگ مورد اعتمادش بر روی صندلی مخصوصی حمل شود. زیرا کسی که در آن واحد در 11 فیلم مختلف بازی می کند ناچار است انرژیش را بیهوده هدر ندهد. مردان تیم صندلی با پیروی از نوعی سیستم پیچیده رمز که از خطوط مایل، دایره و نقطه تشکیل شده بود، جبرئیل را برای بازی از صحنه‌ای به صحنه دیگر می بردند و چنان با دقت و وقت شناسی عمل می کردند که نهار تحویل دادن پدرش را در بمبئی تداعی می کرد. این سیستم رمز را از کودکیش که در میان دوندگان مشهور حامل نهار در شهر بمبئی گذشته بود و درباره آن بعداً بیشتر خواهم گفت به یاد داشت. پس از پایان هر فیلم برداری جبرئیل فوراً روی صندلیاش می پرید و با سرعت تمام به سوی صحنه بعدی رانده می شد و در آنجا پس از تعویض لباس و تجدید آرایش قسمت مربوط به خودش را در سناریو به دستش می دادند. جبرئیل یک بار به اعضای وفادار تیمش گفت: ستاره شدن در فیلم‌های ناطق بمبئی مثل شرکت در نوع مسابقه صندلی پرنده است که وسط را 1-2 تا توقف داشته باشه. پس از بهبودی از آن بیماری مرموزی که انگار اشباح میکروب‌ها باعثش شده بودند، کارش را دوباره با ریتمی آرامتر از سر گرفت، به طوری که همزمان فقط در 7 فیلم بازی میکرد، تا اینکه یک روز غیبش داد و صندلی چرخدار در میان صحنه‌های ساکت خالی ماند. غیبتی که زرق و برق ساختگی صحنه‌ها را بیش از پیش برملا می‌ساخت. مردان تیم صندلی برای پاسخگویی به مجریان برنامه‌های سینمایی که از غیبت فرشته به خشم آمده بودند بهانه تراشی می‌کردند. حتما بیمار هستند. آقا فرشته و همیشه به وقت‌شناسی شهرت داشتند. نه قربان، چه انتقادی. هنرمندان بزرگ بعضی وقتها دمدمی مزاج می‌شوند. این حقشان است. و همین اعتراضها آخر باعث شد اولین قربانیان شگرد غیب شدن فرشته باشند و یکی یکی اخراج شوند و اکدمجالدی از در استودیو بیرونشان بیاندازد. و چنین بود که صندلی چرخدار روی پلاژ مصنوعی با آن درختان نخل رنگ خورده‌اش باقی ماند و خاک ترد بر آن نشست. جبرئیل کجا بود؟ کلوپ گلف ولینگتون است. هرچند این روزها 9 سوراخ بیشتر روی زمین گلف باقی نمانده و از 9 تای بقیه آسمان خراش‌ها چون علف‌های هرزه و غولاسایی رویدند، یا شاید بهتر باشد بگوییم آنها را به مثابه سنگ‌های قبر
بر تکه پاره‌های بدن شهر قدیمی نهادند. بله، در آنجا مهمترین آدم‌هایی که در بالاترین مراتب تصمیم گیری قرار دارند مدام خطا می‌زنند و کمی آن طرفتر موهایی را می‌بینید که از فرط اضطراب از کله‌های این بزرگان کنده می‌شود و با وزش باد فرو می‌ریزد. البته نگرانی تهیه کنندگان فیلم قابل درک بود. در آن زمان که بیننده روز به روز کمتر می‌شد، در دوران سریال‌های مبتذل تاریخی و خانم‌های خانه‌دار که دفاع از آنها را جهاد خود می‌دانستند، هنوز یک هنرپیشه بود که وقتی نامش بالای عنوان فیلمی نوشته می‌شد، موفقیت آن حتمی بود و 100% مشتری جلب می‌کرد. اما بدبختانه صاحب آن نام قابل دسترسی نبود. فرقی نمی‌کرد که رو به بالا رفته یا رو به پایین و یا از آن بغل جیم شده باشد. مسئله این بود که طرف بی هیچ شک و شبهه‌ای غیبش زده بود. از همه جای شهر موتورسواران، پلیس، مردان قورباغه‌ای و متخصصین شکار ماهی‌های عظیم الجثه گرد آمده و در ساحل جسد جبرئیل را جستجو می‌کردند. اما هرچه جستند کمتر یافتند تا اینکه سرانجام صحبت تهیه متنی برای سنگ قبر ستاره خاموش شروع شد و هر کس پیشنهادی میداد. در یکی از 7 صحنه سترون استودیو راما، خانم پیمپل موریا، آخرین بمب تبلیغاتی لوبیا پخته همراه با ادویه، این از آن مادمازل‌های مکش مرگ ما نیست، یک تکه دینامیت است که دمار از روزگار در می آورد. بی خیالش. در حالی که لباس رقاصه های معبد را به تن کرده بود و روی خود را پوشانده بود و همه را به این خیال می انداخت که به زودی برهنه خواهد شد، زیر ماکت مقوایی پنیرهای تانتریک دوران چاندلا که به جماع مشغول بودند ایستاده بود و وقتی فهمید صحنه اصلی فیلم تهیه نخواهد شد، در برابر کارکنان ضبط صدا و برق که سیگارهای بدریخت بیدی دود می کردند و تنها بینندگان صحنه را تشکیل می دادند، پیش از تودیع بغض و کینه‌اش را خالی کرد. پیمپل در حالی که منشی صحنه با نگرانی احمقانه‌ای مترصد رسیدگی به کارهای شخصیش بود، کوشید وانمود کند از بازی عار داشته است. خدایا عجب شانسی آوردم من. یعنی امروز بنا بود یک صحنه عاشقانه را بازی کنم. واه واه، داشتم از ناراحتی می‌مردم. مدام در این فکر بودم که چطور میتوانم نزدیک آن یارو بروم. با آن دهان گشادش، نفسش آنقدر بوی تعفن میدهد که انگار سوسک توی دهانش ریده. در این حال پایش را محکم به زمین کوفت و زنگ‌های کوچکی که به زنجیرهای مچ پایش آویخته بود به صدا درآمد. این یارو خیلی شانس آورد که بیننده هامون نمیشنوند و الا نقش یک جزامی را هم به اون نمیدادند. در این هنگام کار تک‌گویی پیمپل آنقدر بالا رفت که سیل فحش‌های آب نکشیده و حرف‌های بد و بیراه چنان از دهانش جاری شد که بینندگان سیگاری برای اولین بار راست سر جایشان نشسته و میان خود با حرارت بسیار واژه‌های پیمپل را با کلام فلاندوی، ملکه رسوای دزدان که با سوگند خود لوله تفنگ را آب می کند و مداد روزنامه‌نگاران را در یک چشم به هم زدن به پلاستیک مبدل می نماید مقایسه می کردند. و چنین بود که پیمپل گریان از صحنه خارج شد و بلافاصله به تکه‌ای آشغال در اتاق مونتاژ بدل گشت. تکه فیلمی که قرار بود دور افکنده شود. و وقتی از صحنه خارج شد، قطعه الماس بدلی از نافش بیرون افتاد و آینه اشک‌هایش شد. اما هرچه باشد از بوی بد دهان فرشته چیزی به گزاف نگفته بود. نفس بد جبرئیل چون ابری از اخرا و گوگرد به اطراف می‌دمید. همراه با بینی عقابی و موی سیاه پرکلاغی، علی‌رغم نام آسمانیش به وی ظاهری بیشتر دوزخی می‌بخشید تا بهشتی. چنان که وقتی ناپدید شد می‌گفتند یافتنش کاری ندارد. فقط کافی است دماغ تیزی را به کار بیندازیم تا پیدایش کنیم.
و 1 هفته پس از ناپدید شدنش که دردناکتر از خروج پیمپلپیلی موریا بود، جبرئیل برای اینکه آن بوی شیطانی را با نامی که قرنها معطر بود پیوند دهد از هیچ کوششی فروگذار نکرد. و از چنان بود که پنداری از صحنه سینما پا به این جان گذاشته و متاسفانه در زندگی نه چون سینما مردم بوی بد را خیلی زود تشخیص می‌دهند. ما هستی‌های آسمانی که ریشه‌هایمان در ابرها و رویا آویخته در پرواز تولدی دیگر می‌یابیم. این نوشته معمایی را پلیس در آپارتمان جبرئیل فرشته که در بالاترین طبقه ساختمان قرار داشت یافته بود. آخرین طبقه در آسمان خراش‌های اورست که روی تپه مالابار در بلندترین نقطه شهر ساخته شده. یکی از آن آپارتمان هایی که از 2 طرف دید دارند. از یک سو مارین درایو که هر شب هنگام به سینه‌ریز میماند و از سوی دیگر اسکاندال پوینت و دریا. پیدا شدن نوشته بهانه‌ای بود تا روزنامه‌ها زمانی درازتر به پر کردن صفحات و چاپ تیترهای درشت و ایجاد سر و صدا ادامه دهند. مثلا بلیتز به شیوهی خوفناک با عنوان فرشته به زیر زمین پناه میبرد مقاله چاپ کرده بود، در حالی که زنبور پرکار نویسنده روزنامه دیلی تیتر جبرئیل فراری از زندان را ترجیح داده بود و همگی عکس‌های فراوانی از این اقامتگاه افسانه‌ای چاپ کرده بودند. گویا دکوراتورهای فرانسوی که دکوراسیون آپارتمان را انجام داده بودند به خاطر موفقیت در دکوراسیون تخت جمشید از رضا پهلوی تقدیرنامه گرفته بودند. در هر حال فرشته که می‌خواست دکوراتورها فضای چادری بدوی را در درون آپارتمان بلندش ایجاد کنند 1,000,000 دلار خرج کرده بود. زرق و برق آپارتمان هم فریب دیگری بود که با غیبت فرشته برملا شد. بار دیگر روزنامه‌ها با تیتر درشت فریاد زدند جبرئیل چادرش را جمع می کند. اما بالاخره روشن نبود که رو به بالا رفته یا رو به پایین و یا از کدام گوشه و کناری جیم شده است. هیچ کس نمی دانست. در آن کلان شهر زبان درازی ها و زمزمه ها، حتی تیزترین گوش ها هم خبر قابل اعتمادی نشنیده بود. اما بانو رکامرچند که از ریزترین خبرها نمی‌گذشت، هر چه نشریه بود می‌خواند، تمام اخبار رادیو را گوش می‌داد و مدام برنامه‌های تلویزیون دوردارشان را تماشا می‌کرد. نوشته فرشته را از زن خود تعبیر کرد. او در این نوشته پیامی می‌دید که دیگران در نمی‌یافتند و از همین رو دست 2 دختر و پسرش را گرفت و همگی برای هواخوری به سوی پشت بام منزلش که در ساختمان ویلاهای اورست قرار داشت رفتند. بانو مرچنت همسایه جبرئیل بود و در آپارتمان طبقه پایین او سکونت داشت. در واقع این بانو همسایه او بود و هم دوستش. تصور نمی کنم لزومی داشته باشد کلام دیگری بیفزایم. البته پرواضح است که مجله‌های جنجالی کج‌اندیش شهر ستونهای خود را با اشاره و کنایه و شایعه پر می‌کردند، ولی ما که نباید به سطح آنها نزول کنیم. اصلا چرا حالا شهرت و اعتبار این بانو را مخدوش کنیم؟ و اما او که بود؟ ثروتمند؟ پرواضح است، ولی آخر ساختمان ویلاهای اورست که از آن خانه‌های معمارساز محله کورلا نبود. مزدوج؟ بله جانم، 13 سالی میشد و شوهرش در کار بولیرینگ بود، اما او استقلال خودش را داشت و کاروبار فروشگاه و نمایشگاه فرش و اشیای عتیقش در محله ممتاز کلابا خیلی سکه بود. او فرشهایش را گلیم و اشیای عتیقش را آنتیک می‌خواند و می‌کوشید این واژه‌ها را با لهجه فرانسوی تلفظ کند. بله دیگر، زیبا هم بود، زیبا به شیوه سخت و رنگ و روغن زده.
نادر ساکنان خانه‌های آسمانی. چگونگی پوست بدنش نشانگر آن بود که مدتها قبل زندگی سخت و فقیرانه ده را ترک گفته و شهرت داشت که شخصیت نیرومندی دارد. مدام از لیوانهای کریستال لالیک مشروب می نوشید و کلاهش را بیشرمانه روی کلاناتراج می آویخت. زنی بود که می دانست چه می خواهد و چگونه می تواند با شتاب تمام آن را به دست آورد. همسرش موشی بود با ثروت فراوان که ضمناً اسکواش خوب بازی می کرد. رکا مرچنت نوشته جبرئیل فرشته را در روزنامه ها خوانده، سپس خود نامه ای نوشت. بچه ها را گرد آورد، دکمه آسانسور را فشار داد و به سوی بهشت روانه شد. یک طبقه بیشتر راه نبود تا به سرنوشتی که خود برگزیده بود بپیوندد. در نامه نوشته بود: چندین سال پیش ترس و نگرانی از آینده مرا وادار به ازدواج کرد، ولی اکنون وقت آن است که دست به کاری جسورانه بزنم. روزنامه‌ای که پیام فرشته را چاپ کرده بود روی تختش قرار داشت و دور پیام را قرمز کرده زیرش را با چنان خط غلیظی کشیده بود که روزنامه پاره شده بود. خب پرواضح است که روزنامه‌های روسپی صفت از چنین خبری نمی‌گذرند و نگذشتند. زیباروی عاشق پایین پرید و آخرین پرش زیبای دلشکسته. شاید او هم به بیماری تولدی دیگر دچار بود و جبرئیل که نیروی خوفناک استعاره را نمی شناخت پرش را پیشنهاد کرده بود. ای که خواهان تولدی دیگری، نخست. و او هستی آسمانی بود که شامپانی لالیک می نوشید، در اورست می زیست و یکی از دوستان المپیاییش پر کشیده بود و اگر جبرئیل را چنان نیرویی بود، رکا نیز می توانست بال و پر برویاند و ریشه در رویا گیرد. با این همه او پیروز نشد. دربان مجتمع اورست بی آنکه در کلام خود ظرافتی به کار بندد خطاب به جهانیان چنین شهادت داشت: داشتم اینجا توی حیاط راه میرفتم که یه باره دامپی صدا آمد. برگشتم. جسد دختر بزرگه بود. جمجمه‌اش کاملا خرد شده بود. به بالا نگاه کردم. دیدم یکی دیگه داره میفته پایین. پسرش بود. و بعد نوبت دختر کوچیکه شد. چه میشد کرد؟ آنجا که ایستاده بودم نزدیک بود به من بخوره. با دست دهانم را گرفتم و به سمتشان آمدم. دختر کوچیکه آروم ناله میکرد. بعد دوباره به بالا نگاه کردم و دیدم بیگم پرت شده. ساریش مثل بادبادک در هوا تاب میخورد و موهایش باز شده بود. من چشمهایم را بستم که بدنش را نبینم. آخر داشت پرت میشد. رکا و فرزندانش از اورست به پایین پرت شدند و هیچ یک زنده نماندند و شایعه سازان جبرئیل را مقصر شمردند. ولی اکنون بهتر است مطلب را به همین جا خاتمه دهیم. راستی فراموش نکنید که جبرئیل رکا را پس از مرگ نه تنها یک بار بلکه چندین بار دیده بود. مدتها طول کشید تا مردم دریافتند آن بزرگمرد تا چه حد بیمار بوده. جبرئیل ستاره، جبرئیل که بیماری مرموز و ناشناخته را شکست داده بود و از خواب رفتن واهمه داشت. بعد از غیبت تصاویر چهرهش که همه جا به چشم می‌خورد رفته رفته رنگ باختند. بر نقوش رنگ پریده و خوفناک و غولاسایی که اینجا و اونجا احتکار شده بود و تمثال‌هایی که به مردمان می‌نگریستند اندک اندک پلک‌های تنبل و بی‌حالت پوسته پوسته شدند و ور آمدند و چشمان گشادتر شدند. مردمک‌ها چون 2 ماه می‌نمودند که خنجرهای تیز و برگشته مژگانش آن را قارچ می‌دادند. سرانجام پلک‌ها ور آمدند و چشمان رنگ رو خورده‌اش ورقلم بوده توی ذوق زدند. خارج از کاخ‌های سینمایی بمبئی پیکره‌های عظیم مقوایی جبرئیل بیرنگ و رو، زایه و کج و معوج شدند و سست آویخته از چارچوب‌های حایل
بیبازو، چروک خورده، با گردن شکسته همچنان ایستاده بودند. تصویرش روی مجله‌های سینمایی چون مرگ رنگ باخت. فروغ زندگی از دیدگانش رخت بربست و نگاهش پوک و بی‌حالت شد. سرانجام تصاویر از صفحات چاپی محو و ناپدید شدند و روی جلد براق مجلات پرزرق و برق شهرت، جامعه و تصاویر هفتگی پاک و تهی در روزنامه فروشی‌ها باقی ماندند. به طوری که ناشران مسئولین چاپ را جواب کردند و دست آخر همه چیز را به گردن جوهر انداختند. حتی روی پرده نقره‌ای سینما هم چهره‌ای که تصور می‌رفت ابدی باشد بالای سر پرستندگانش به پوسیدگی گرایید و تاول زد و رنگ باخت. کار به جایی کشید که هر بار تصویر از برابر پروژکتور می‌گذشت، دستگاه به نحو مرموزی از کار می‌افتاد و سرانجام فیلم آنقدر در مقابل لامپ پروژکتور از کار افتاده باقی ماند که سلولوئید آن سوخت و همراه با هر چه خاطره بود نابود گشت. ستاره‌ای که سوپرانو شد و نوری شد که جسمش را به نابودی کشید و از میان لبانش ساطع گشت. پاورقی. در ستاره شناسی به ستاره‌ای گفته می شود که ظرف چند روز نور و ارتفاع آن به نحو قابل ملاحظه افزایش می یابد و سرانجام به نور مطلق بدل می شود. تصور می رود که ستاره در آن حال قسمت اعظم پیکر خویش را از دست می دهد و در پایان این پدیده هرگز به حالت اول باز نمی گردد. مترجم. آنچه گذشت مرگ یک خدا بود و یا یک چیزی بسیار شبیه به آن، مگر نه اینکه آن چهره غولاسا در شبهای ساختگی سینما بر فراز ارادتمندان و فدایان خویش چون موجودی آسمانی می درخشید، موجودی که هستیش مابین انسان و خدا بود. اگرچه خیلی معتقد بودند که موجود بیشتر به آسمان نزدیک است تا به انسان، زیرا جبرئیل بیشتر دوران بی‌نظیر هنرپیشگی خود را به تجسم بخشیدن به الهه‌های بیشمار و قدیسان شبه قاره هند گذرانیده و با اعتقادی خلل ناپذیر در فیلم‌هایی که به سبک مردم پسند معروف به الهی ساخته میشد شرکت جسته بود. جادوی شخصیت سینماییش چنان بود که بی آنکه بی‌حرمتی و توهین انگاشته شود از مرزهای میان ادیان و معتقدات مختلف می‌گذشت. وی با چهره‌ای به رنگ آبی در نقش کریشنا در میان گوپی‌های زیباروی به همراه گاوهایی که پستانهای سنگین داشتند فلوت به دست می‌رقصید و یا در آرامش کامل نشسته به زیر درخت ساختگی و فکستنی بودایی در حالی که کفهای دستش را رو به آسمان گرفته بود نقش گوتاما در بحر تفکر فرو رفته در رنجهای بشر غور می کرد. جبرئیل اگر به ندرت از آسمان فرو می آمد نیز جای دوری نمی رفت و مثلا در داستان کلاسیک اکبر و ییربال در نقش مغول بزرگ و وزیر محلیش ظاهر شد. بیش از 15 سال بود که او در برابر صدها میلیون مؤمن، آن هم در کشوری که تا امروز نسبت جمعیت آن به یانش کمتر از 3:1 است، دلپذیرترین و آشناترین چهره باری تعالی را عرضه کرده بود و چنین بود که برای بسیاری از هوادارانش مرز میان بازیگر و نقش‌هایی که ایفا می‌کرد از میان رفته بود. خب هوادارانش چنین بودند، اما جبرئیل خود چگونه بود؟ باید اذعان داشت که در عالم واقعیت و زندگی روزمره هنگامی که به اندازه طبیعی در میان مردم میزیست به نحو اعجاب‌انگیزی بی جلال و شکوه و غیر ستاره‌ای به نظر می آمد. پلک‌های آویخته‌اش گاه حالتی بسیار خسته و از حال رفته به چهره‌اش می‌بخشید. بینیش اندکی درشت و لبان برجسته و گوشت آلودش نشان سستی و نرمه‌های گوشش چون میوه‌های تازه رسیده درخت جک دراز و بی‌قواره بود. مجموعاً چهره‌ای بود بسیار غیر روحانی و کفرآمیز، چهره‌ای کاملاً شهوانی که اخیراً در آن آثار بیماری مهلکش به چشم می‌خورد.
اما به رغم ظاهر شهوانی و سست عنصرش همین چهره به نحو جدایی ناپذیری با تقدس، کمال، فیض و وقار و خلاصه همه لاتایلات خدایی آمیخته بود. سلیقه مردم که حساب کتاب ندارد. در هر حال موافق هستید که برای چنین هنرپیشه‌ای مدام اندیشیدن درباره ظهور و تجلی خدایان بر روی زمین، به ویژه خدایی چون ویشنو با آن همه تجلی و هیئت‌های متفاوت، چندان شگفت‌آور نبود. تولدی دیگر، این هم یکی دیگر از لاتایلات خدایی است. و یا اینکه اما باز نه همیشه، آخر ممکن است تناسخ و حیات‌های نوین در این دنیا نیز صورت بگیرد. جبرئیل فرشته را پس از تولد اسماعیل نجم الدین نام نهادند. او در پونا مستعمره انگلستان که قدیم پیونراجنش نامیده میشد و در تهمانده امپراتوری قرار داشت. او را چون کودکی که در مراسم قربانی ابراهیم شرکت داشت، اسماعیل نجم الدین ستاره دین نام نهاده بودند که دست کمی از آن نام آسمانی که بعدها برگزید نداشت. مدتها بعد وقتی هواپیمای بوستون به چنگ هواپیماروایان افتاد و سرنشینان آن در سیر قهقرایی که از وحشت آینده ناشی میشد در گذشته و دریای خاطرات آن غوطه‌ای می‌خوردند، جبرئیل برای سلدین چمچا درد دل کرده و از جمله گفته بود که انتخاب آن نام مستعار به خاطر قدرشناسی از مادر و زنده نگه داشتن یاد او بوده است. مادرش سالها پیش مرده بود. مامی چیمین سوپونو، ماموی خودم. فکر میکنی اول این جریانات فرشته بازی را شروع کرد؟ فرشته اختصاصی او بودم. او مرا فرشته میخواند چون که خیلی شیرین و خوشخو بودم. شاید باورت نشود ولی من در بچگی بی آزار و حرف شنو بودم. اما او در پونا نماند و در کودکی به بمبئی، آن شهر بی پدر و مادر، مهاجرت کرد. این اولین مهاجرتش بود. پدرش در میان تیم پایانی که بعدها به تیم چرخدار الهام بخشیدند، یعنی حاملین نهار بمبئی که در آنجا دبه‌والا نامیده می شدند، مشغول به کار شد و اسماعیل فرشته نیز در 13 سالگی همانجا شاگردی آغاز کرد. جبرئیل گروگان، مسافر آی 420، در نغمه‌های راپسودی گذشته فرو غلتید و در حالی که چمچا را با چشمانی درخشان می‌نگریست، حلقه‌های سیستم رمز دوندگان را برایش باز گفت. صلیب شکسته سیاه، دایره سرخ، خط مایل و نقطه زرد، راه بین خانه‌ها و ادارات، همه به سرعت از ذهنش گذشت. آن سیستم عجیبی که 2000 دبه‌والا را قادر می ساخت هر روز بیشتر از 100,000 ظرف نهار را تحویل بدهند. ولی آن علامتها زبان سری ما بود. بوستون بر فراز لندن چرخی زد. هواپیماروایان تفنگ به دست میان راهروها پاس می دادند و چراغ سینما که قبلا فیلمی از والتر ماتیوی غمگین و گلدی هاون، زنی که حضورش آسمانی و چشمگیر بود، به نمایش در آمده بود، اکنون سایه‌هایی از نوستالژی گروگانها تصویر می‌گشت و پررنگ ترین تصویر از آن اسماعیل نجم الدین، این نوجوان لاغرندام، فرشته مامان با کلاه مدل گاندیش بود که نهار به دست به آن سوی شهر می‌دوید. دبه‌والای جوان به چالاکی از میان جمعیت می‌گذشت. او به این شرط خو گرفته بود. فکرش را بکن سوپونو، مجسم کن 30-40 ظرف کوچک نهار روی سینی دراز چوبی روی سرت باشد و وقتی قطار محلی به ایستگاه میرسد فقط 1 دقیقه فرصت داری سوار یا پیاده بشوی و بعد دویدن در خیابانها تا آنجا که نفست بگیرد. یار، با کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، موتورها و دوچرخه‌ها و چیزهای دیگر از همه طرف 1-2 نهار. دبه‌ها باید به موقع برسند و در موسم بارندگی هنگامی که قطار از کار افتاده
دویدن در کنار خط آهن یا فرو رفتن تا کمر در آب در یکی از خیابانهای سیل گرفته. و از آن گذشته دستجاتی تشکیل شده بود که از دبه ها دزدی می کردند. بله، سالات بابا. دسته های منظم و سازمان یافته‌ای هم بودند. آخر بمبئی شهر گرسنه‌ای است. چه بگویم عزیز، ولی ما از پسشان برمی آمدیم. ما همه جا حاضر و از همه چیز با خبر بودیم و دزدی نبود که از برابر چشم و گوش ما قصر در برود. ما هرگز از پلیس کمک نمی گرفتیم و خودمان از خودمان محافظت می کردیم. هنگام شب پدر و پسر خسته و کوفته به کلبه محقرشان در کنار فرودگاه سانتا کروز باز می گشتند و مادر وقتی اسماعیل را می دید که پیکرش از انوار سبز و سرخ و زرد هواپیماهای جت در حال حرکت روشن می شود می گفت همین که چشمش به او می افتد انگار همه رویاهایش به خوبی تعبیر شده است. و این اولین نشانه چیزی غیرعادی در وجود جبرئیل بود. ظاهراً او از همان موقع قادر بود محرمانه ترین خواستهای مردم را بی آنکه از چگونگی آن بوی برده باشد برآورده کند. پدرش نجم الدین بزرگ به ظاهر برای این علاقه زن به تنها پسرشان چندان اهمیتی قائل نبود. مثلا او هر شب پاهای پسرش را مالش میداد، در حالی که پاهای پدر کمترین نصیبی از نوازش نمی گرفت. آخر وجود پسر برکت است و وظیفه کسی که از این برکت بی نصیب مانده است این است که شکرگزار باشد. نعیم نجم الدین درگذشت، اتوبوس زیرش گرفت و همه چیز یک بار تمام شد. جبرئیل هم در آنجا نبود که دعایش را اجابت کند و زنده نگاهش دارد، ولی نه پدر و نه پسر هیچ از غم نگفتند، بلکه چنان که رسم یا قراری در کار باشد غم و غصه را در سکوت زیر کار اضافی دفن کردند. آن دو در مسابقه ناگفته درگیر شدند، اینکه کدام یک بیشترین دبه نهار را روی سر حمل می کند و کدام یک هر ماه تازه ترین قراردادها را می بندد و یا سریعتر می دود. گویی کار بیشتر نشانگر عشقی بزرگتر است. شبها هنگامی که اسماعیل نجم الدین گره رگها را می دید که از زیر پوست گردن و شقیقه های پدر بیرون زده، خشم و رنجش دیرین وی را نسبت به خود در می یافت و چنین بود که اکنون باید به هر قیمت شده بر پسر پیروز می شد و مکان غصب شده خود را در قلب زنی که مرده بود باز می یافت. پسر جوان پس از پی بردن به انگیزه درونی پدر از رقابت دست کشید، ولی آتش پدر همچنان شعله‌ور بود. به زودی ترقی کرد و از یک دونده ساده به مقام مسئول تشکیلاتی یا مقدم رسید. جبرئیل که به 19 سالگی رسید، آقا نجم الدین به عضویت صنف دوندگان نهار یا انجمن حاملان نهار بمبئی درآمد و 23 ساله بود که پدر را از دست داد. حمله قلبی او را در حال راه رفتن از پا در آورده بود. بابا صاحب مهاتر دبیر کل صنف گفته بود آنقدر دوید تا مرد. بیچاره این نجم الدین حرامزاده از زندگی تا مرگ دوید. اما فقط اسماعیل یتیم واقعیت را می دانست. سرانجام پدر آن راه دراز را آنگونه به سرعت دویده بود تا از مرزهای میان دو جهان عبور کند. چنان دویده بود تا از پوست و گوشت خود کنده شده به میان بازوان همسرش راه یابد و برای همیشه عظمت عشق خویش را به وی اثبات کند. بله، مهاجرین ترک این دیار را ترجیح می دهند